میراث 30 ساله امام علی رحمان برای مردم تاجیکستان معلوم است. اما میراث پرزیدنت و پسرش رستم امامعلی چی خواهد بود؟ آیا این نوجوانی که اصلا تجربه زندگی و تجربه سیاسی ندارد میتواند که این باری گران را بر دوش خود گیرد و این بار را به منزل مراد میرساند و یا در نیمه راه میماند؟ اینجا برلین و من دادو جان توبولایی. اینک امام علی رحمان بر رستم امامعلی چی میراث میماند؟ یک کشوری واقعا فساد زده، کشوری که در آن کروپسیون رونق یافته است، کشوری که هر یک چنانیک به یک جنایت و یک خیانت آمیخته است. مسئله دیگر قرضهای برون از اندازه تاجیکستان است که تقریبا 4 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل میکنند و بازگشت این قرض، بازگرداندن این وام برای هر حکومتی که نباشد خیلی و خیلی مشکل است. مسئله سوم، مسئله مهاجرت. یک ملت نمیتواند که تمام اون مهاجر باشد و مردم هم هر سال انتظار هستند که این سال نه سال دیگر مهاجرت به انجام میرسد. اما ما میبینیم که حالا سراسر مردم خانه‌خیز از تاجیکستان فرار دارند. مسئله دیگر مسئله مرز با قرقیزستان است. من اطمینان دارم که بدبختانه این بحث مرزی با یک جنگ به انجام میرسد که سرآغازش و سرانجامش را کسی پیشگویی کرده نمیتواند. بعدی به سر قدرت آمدن رستم امامعلی اگر چنین شود شاید حتما یک جنجال های بین خود خانواده برخیزد برای نفوذ، برای تجارت، برای اثر نفت تقسیم کردن مالکیت و کارخانه ها. این جنجالی که آغازش هست حتما ادامه خواهد یافت. مسئله دیگری که باعث واقعا نگرانی باید باشد این 90% مردم از سیاست حکومت رحمانوف نه تنها ناراضی‌اند بلکه بیزارند. چطور رستم امامعلی این باوری را برمیگرداند؟ چطور او میتواند که دل 90% مردم را از سر نو به دست بیاورد؟ و همین 90% هم الحال خاموش هستند و اگر اینها به اپوزیسیا پیوندند واقعا آنگاه در پاسخ این اپوزیسیا، در واکنش به این اپوزیسیا حکومت نو من باور دارم، اطمینان دارم که نمیتواند که پاسخ ارزنده داده باشد. با وجود همه این خطای بسیار محض امام علی رحمان است که به جای خودش پسرش را جایگزین تعیین میکند. اگر مشاور خوبی رحمانوف می داشت باید کار میکرد که در نتیجه یک قرارداد، یک شرطنامه ملی میتوانست که با مشورت نخبگان، شخصان تاثیرگذار حکومت را با راه انتخابات آزاد به نفر دیگر سپارد و از حکومت نو کفالت گیرد که در عوض این گذشت حکومت نو به رحمانوف و به خانواده رحمانوف کاردار نمی شود. هنوز ما نمیدانیم که انتقال قدرت یعنی ترانزیت حکومت کی صورت میگیرد. برای اینکه رحمانوف یک آدمی است که پیشگویی نشونده است و میتواند امروز اعلام کند که در تاجیکستان انتخابات گذرد یا که بعد سال نو یا بعد سال دیگر. الحال به این سوال هیچ کس پاسخ داده نمیتواند. اما یک مسئله مهم این است که واکنش مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم این دفعه هم تسلیم خواهند شد و این دفعه هم باز همان توبی که رحمانوف به طرف مردم میپرتاید و دروازه مردم میزند، مردم دروازه را میکشایند یا که همه کسا در نزد دروازه میستند و این دروازه ناموس، شرف، وطنداری و آزادیخواهی را دفاع میکنند. الحال توپ در میدان نامعین است و ما
انتظار میشویم که کی به میدان، یعنی به میدان سیاسی تاجیکستان، به استادیون سیاسی تاجیکستان بازی نو کی آغاز می‌یابد و کی به انجام میرسد. من شخصا بران هستم که در پیش تاجیکستان را بحران‌های زیاد انتظار هستند، زیرا مردمی که از جبر و ظلم به جان آمدند یک روز نه یک روز حتما یک واکنش به این همه بیدادگری ها، به این همه بیقانونی ها، به این همه بینظامی و بی‌ربطی ها خواهند کرد. اما این واکنش چون و چطور خواهد بود، این مسئله دیگر است. خدا به همراه و تا دیدار در دوشنبه.